باورتون میشه 0 تا 100 یک کامیون فقط 5 ثانیه باشه؟ کامیون تسلا سمای موفق ترین کامیون دنیاست که عرضه اون اخیراً شروع شده و قیمتش از 7 میلیارد و 200 میلیون تا 8 میلیارد و 600 میلیون تومانه. طبق گفته ایلان ماسک یکی از بهترین آپشن های این کامیون سیستم خودرانه که تو سفرهای طولانی به راننده فرصت خوابیدن و استراحت میده و کامیون به طور خودکار حرکت میکنه. حتی ایلان ماسک تضمین کرده که این کامیون تا زمانی که بیشتر از 1,600,000 کیلومتر کار نکنه حتی یک بار هم خراب نمیشه، چون که 4 تا موتور الکتریکی مستقل داره که حتی اگه 2 تا از اونام خراب بشن کامیون تسلا بدون مشکل به راهش ادامه میده. اما یک کامیون دیزلی اگه توی این وضعیت قرار بگیره حسابی داغون میشه. هر کدوم از این موتورهای مستقل روی یکی از چرخهای محور عقب نصب شده و از لغزش ماشین جلوگیری میکنه و ایمنی ماشین رو میبره بالا. جالبه که حتی کابین این کامیون هم با بقیه متفاوته و فرمون و صندلی راننده وسط کابین قرار گرفته. دو طرف فرمون هم 2 تا نمایشگر وجود داره که نقطه‌های کور اطراف ماشین رو به راننده نشون میده و باعث میشه راننده اطراف ماشین رو کاملا کنترل کنه. شاید باورتون نشه اما این کامیون برقی 36 تن ظرفیت بار داره و فقط با یه بار شارژ شدن بیش از 800 کیلومتر رو میتونه طی کنه. یعنی یه چیزی حدوداً به اندازه فاصله تهران تا مشهد. حالا شما بگید دوست دارید رانندگی یا سفر با همچین کامیونی رو تجربه کنید؟